بهش تراکتور با پیکان، پرسپولیس استقلال، هوادار گلگهر و نفت آبادان نساجی بازیاشون برگزار میشه. 4 تا بازی فردا برگزار خواهد شد. آلومینیوم با ذوب‌آهن، مثل رفسنجان و مثل کرمان، سپاهان و ملبون و فولاد و نفت مسجد سلیمان. حمله اول پرسپولیس در زمین استقلال، عبدی گوشه زمین سمت چپ ارسال کوتاه در داخل محوطه جریمه استقلال با توپی که برگردوندند مدافعان استقلال. ضربه سرش رو میزنه مهاجم استقلال. حمله استقلال، ورزشگاه قسمت آبی پوشش نیمخیز شدند. یه پاس کوتاه داخل محوطه، قائدی پاس داخل محوطه، توپ دست خورده یا نخورده، میگن پنالتی طرفدار استقلال. توپ رفت بیرون و ضربه دروازه گرفته و ساپینتو دستش نشون میده و معترضه. میگن توپ دست مدافع پرسپولیس خورده. صدومین شهرآوردمونه، لیگمون حساس، وی آر نداریم و حالا فقط به حرف داور باید احترام بذاریم و ضربه دروازه رو علی بیرانوند میزنه. توپ دست معتقدن برخورد داشته و مبالغ بدهی ها رو پرداخت بکنن. پرونده استراماچونی و پادوانی بالاخره بسته شد. یه بار دیگه استقلالی ها داخل محوطه دفاع کاملا به هم ریخت. قائدی تکنیکی و چیکار کرد مهدی قائدی؟ یه تنه دفاع رو به هم ریخت و دروازه پرسپولیس رو تهدید کرد اما نتونست دروازه رو باز بکنه. در قامت سرمربی این بازی رو تجربه کرده. یه حرکت سعید صادقی فرصت داره پرسپولیس تغییر مسیر عالی زمین محکم رسید چارچوب و حسینی برگردون دوباره مدافعان استقلال و هرجوری بود دور کرد تا دروازه‌شون باز نشه. بازم باز استقلال سعید مهری ارسال نقدی دروازه فرصت داره مهدی قائدی و ضربه روی راستش تو چارچوب نیست و با اختلاف به بیرون فرستاد. زمین‌سازی خطا رو با هم دیدیم. یک بار دیگه سیلوا بازم درگیر با وحید امیری با موفق وحید امیری پاس عالی سال کسی داخل محوطه سر توپ خوشگل میره واسه گل اول. گل برای پرسپولیس. یار تعویضی جواب میده. ایسان کثیر دروازه سید حسین حسینی رو باز کرد. توپش به تیر خورد و بعد هم به گل تبدیل شد تا پرسپولیس 1-0 جلو بیفته. چه حرکتی، چه پاسی و چه سر توپی زد ایسان کثیر. دروازه سید حسین حسینی باز شد. میخواد تیمو سریع جمع بکنه. کاپیتان استقلال قسمت قرمز پوش ورزشگاه رو حواست و ساپینتو میخواد تیمش دوباره شروع کنه. میبینیم با هم دیگه پاس عالی برای ایسان کثیر از فضای بین دو مدافع استقلال استفاده کرد. سر توپ قشنگش به موقع برداشت از پیش روی عارف غلامی رو و ضربه خوبش منجر به گل پرسپولیس در این نیمه شد. این گل میتونه بازی رو جذاب‌تر بکنه. یخ بازی رو آب میکنه ایسان کثیر و 1-0 پرسپولیس جلو میفته. تعادلش رو از دست میده. اونجا محمد محبی فریاد بر سر داور. پاسی که میده مهدی قائدی اشتباه کرد. در نهایت دوباره خود قائدی به توپ رسید و ضربه کاتدارش که خیلی هم جوندار نبود و بیرانوند گرفت. جدی‌ترین حمله استقلال در نیمه دوم همین ضربه‌ای بود که مهدی قائدی به سمت دروازه زد. تو پیام حیدری مهدی قائدی حرکت میکنه. خود قائدی ضربه رو خواهد زد. گارد پای راست مهدی قائدی میزنه با توپی که مدافعان پرسپولیس خورد و به بیرون رفت. اونا میخوان هرجوری هست به گل برسن. یه رساله بودن روی دروازه سیلوا هست و عارف غلامی و ضربه‌ای که میزنه اونجا مطهری و بیرانوند توپو جمع کرد. رضا میرزایی عمری مقابلش ایستاده. خود میرزایی روی پای راست توپو آورد. ارسال بلند روی دروازه فرصت داره استقلال تو این لحظه و بازم جمع میکنه علی بیرانوند توپو. چقدر سرزن زیاد داره تو محوطه جریمه استقلال و هرچی تو دستشون میاد میریزن رو دروازه اما